دهه سیهون در شهر کنیبادام. یک سال پیش در این خانه دو عضو عائله در شرایط اسرارانگیز کشته شدند. مظفر اورمانوف و همسرش عنایت اورمانوف 70 سال داشتند. قتل آنها پیوندان را در اذانشان و ساکنان دیگر را به تشویش انداخت. بسیاری ها بازپرسی شدند ولی شریفجان اشوروف برادر مظفر اورمانوف 20 سال زندانی گردید. پیوندانش با حکم راضی نیستند. عذاب کشیدیم. ما دو تا دختر خلاص، یک تا پام رسید اینجا ده، یک تا خودم چه کنم. آخر همه قدم ایستادیم، هیچ ویدش جناب عالی مراجعت میکنم، التماس جناب عالی ما یاردم کنید. پدرم گناهشان نیست اینجا ده. فرزندان شریفجان اشوروف و نزدیکان مظفر اورمانوف در صحبت‌های پیشینه با رادیو آزادی بارها اصرار کردند که در کشتار او و همسرش یگان خویشاوند دست ندارد. نمایندگان دادگاه حکم خود را درست و دقیق نامیدند. کاساسیون ما اینجا دیده که کتی وایکرگی بودن، رفته نویسنده وایکره بودیم. سونی اما که دکترش گفت که 4 مارت سوت شده گذشته است. گفت ما یه دست ما این کاغذ 5 مارت آمد. 5 مارت آمد. بی اشتراک ما شده گذشت. گفت دور شد. خودجان دوشنبه رفته قطعی رفته آمدیم. سود عالی رفتیم. شده گذشتگی همون حکومت ماند. کشتاری اسرارآمیز در بهار سال گذشته تنها در این خانه روی نداد. از ماه مارت تا آخر سال 2024 در محله های گوناگون شهر کنیبادام زیاده از 20 عضو 7 عائله از جمله کودکان کشته شدند. مقامات در رابطه به این حادثه ها که ساکنان را به وحشت آورد، 1 نفر را به حبس ابد محکوم و 4 کسی دیگر را بازداشت کردند. مادر احدجان توختایف، یکی از بازداشت شده ها، میگوید به گناهکار بودن فرزندش باور ندارد. و خودش هم گفت ما این خیلی کرگیم نیبو و گفت اکم بچم این کارو نمیکنه. من این خیلی تربیه ندادم بچم یگان بار پول کلان یا تلو پلو این خیلی چیز آوردگیش نیخونه و خودش خیلی قصابی میکرد. پرکاتور اومدن، ملسخانه اومدن، من هر روز همشون همینجا بودن. من هم مجموعه دیده برومدن هیچی نیست. در و دیوالم همش شدگی من یگان بار همین قسال باز درم قلف نکردم. مقامات بعد از بازداشت گمانزدها در 4 ماه آخر تفصیلات ندادند. زلفیه توختایف ادعا دارد که در روزهای حادثه پسرش همراه او در خانه بود. 10 مارت داداش رسیانده گذاشتن. 13 مارت رسی خانه و آورده. فقط ما معرکه وقتی آواره بودیم. 8 دکبر نیویرچم روزی تولدش بود. خواننده بود، روزی تولد گذراندیم. 16 دکبر باشد این خانمانگی نیویرچم روزی تولدش بود. هممون اپاهاش اومد، هممون نیویره ها که خواننده روزی تولد گذراندیم. بعضی از نزدیکان کشته شده ها میگویند مقامات گمانزدها را به جای حادثه آوردند و دلیل های شیعی را نشان دادند. پاره از چنین نوارها به شبکه‌های اجتماعی راه یافته است ولی ویدیوی پاره آن دسترس نیست. با گذشت 1 سال از کشتارهای پیهم و اسرارآمیز در کنیبادام بعضی از نگرانی‌ها همچنان باقی است. ولی نظامیان که در خیمه‌های مخصوص به طور شبانه روزی منطقه را پاسبانی می‌کردند در اول ماه اپریل امسال به این کار خود پایان دادند. سنجش ماشین‌ها که از نیمه ماه دکبر سال 2024 در درآمدگاه شهر کنیبادام به راه مانده شد هنوز ادامه دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر کنیبادام.